با ما لحظه از نماینده کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود که از برد و رشد گوشتین جدا و از نقشه های جدید سخن میکرد. یک جان تشکر ما باوری داریم که کمیته کار با جوانان و ورزش در رونق رشد منبع گوشتین ها عموما ورزش کمک رسون خواهد بود. دوستان عزیز، اکنون قسمت فینالی است. قسمت فینالی است که یکی از پهلوانان نامدار، یکی از جوانانی که قبلا میانی نورسان و جوانان هنرنمایی میکرد. من انکترش همین چهره که روی نوار است همین رو در نظر دارم. این محمد رضا قفاتوف است. پهلوان است که در وزن تا 60 کیلو هنرش بنهایت جذاب و جذاب است و هنر شایسته او در مسابقه های مختلف من جمله در جام اروپا خیلی خوب درخشیده بود. در گشتین ملی این پهلوان سبک وزن تاجیک با گرفتن نشان طلایی یعنی عنوان قهرمان آن این حالت های بسیار هم جالبه که از جانب محمد رضا قفاتوف میبینیم. دست پرور کلوب ورزشی کانی گرد، کانی پهلوان پرور با کار می رود. آینده درخشان او را انتظار است و رقیب نیست سعید ابرارов است که سعید ابرارов است. گروه دیگر در وزن تا 60 کیلو با این مرتبه یعنی با این قسمت راه یافت. سعید ابرارов شهباز نماینده شهر دوشنبه است. شهباز سعید ابرارov و هنر خود را در مسابقه های جمهوری نشان داد. این انمون تکنیکای بلند رسول واقف شاید در گشتین جدا نشان داده شود، چون که مردم اکنون پسمان همون پرداخت‌های جالب تکنیکای بلند رسول واقف که داشت انتظار هستند که علم اصول را میبینند. ما از فرصت مناسب استفاده برده یک بار میتوانیم امروز زندیات سعید ابرار پهلوان استاد ورزشی سابق جماهیر شوروی که امروز فرزندش در این میدان آزمایی دارد و یاد بیاریم که ما شاهدی بارها با گرفتن عنوان‌های چمپیون جمهوری تاجیکستان و جایزه‌داری مسابقه‌های اتفاقی زمانی اتحاد شوروی بودند و سال‌های طولانی به حیث مربی ترینر در کشور فعالیت کرده در تیار کردن پهلوانان درجه عالی در کشور سهمی ارزنده داشتند. و اینجا البته محمد رضا را همکار ما برادر جان خیلی هم خوب توصیف کردند. یعنی معلوم است که به این مسابقه محمد رضا قفاتوف خیلی خوب آماده شده است و این از هنری او در میدان از استفاده اصول فنی‌هایی که او امروز در میدان استفاده می‌کند درک می‌دهد. همین تکنیکای بلند گشتین جدا تومای نگ است که رسول واقف ترک پای رقیب رو با مثل پالانگی که سعید رو میگیرد با زمین میافوند. همین تومای نگ است که در اجرای محمد رضا قفاتوف لحظه بود که اجرا گردد در انمون تکنیکای بلند گشتین جدا. اما محمد رضا قفاتوف حالا با قوای بلندش گشتین میگیرد، چون قفاتوف باید قوت بلند داشته باشد. اما نبردیو با شهباز است. شهباز نیست تربیه گیرنده گشتین جدای شهر دوشنبه است، یعنی گشتین معاصر جدای امروزه را مخته است. اما یکی با دیگری آشنا هستند، یعنی آنها یکدیگر را خوب میدونند و در قسمت فینال مبارزه میبرند. قسمت فینالی حالا اکنون معاینه کرده است که کی از اینجا پرزورتر است. یا شهبازی جوان که خیلی هم ملکه‌اش در مسابقه‌های بین المللی که میکنند کم است، مقابل چنین یک پهلوانی نامدار که سالهای طولانی در هیئت دسته منتخب در مسابقه‌های مختلفی مملکت استفاده می‌کنند. ببینید شهباز چقدر از این وضعیتی مشکل برآمده است و این از هنری بالای این جوانی صاحب استعداد دارد. وزاره اینجا وزاری است. بله دست پروری کلوب ورزشی کانی گرد
یکی از پهلوان امیدبخش کشور امروز توانست از امکانیت‌هایی که در میدان به عمل آمدن به طور وسیع استفاده کند و حالا او با یک بازاری در این سبقت که تا فرجام نزدیک 1 دقیقه وقت مانده است پیشتر شد. شهباز باشد او نیز تلاش دارد ولی مقابل این پهلوانی واقعا که ملکه زیاد دارد هنرنمایی کردن برای شهباز جوان ساده نیست. برای شهباز رауф ҳикматов مشق کرده است. آفرین برای رауф که چنین پهلوانان نامدار را به قسمت فینالی آورده است. پس ما میتونیم بگیم که امروز در بین مربیان او در حقیقت هم راهی درستی تیار کردنی جوانان نورسان را انتخاب کرده است. من میان مربیان از رауф ҳикматов هم اخلاق او هم آدابش هم تربیه کردنش با مثل معلم صدرالدین عابدов رауф ҳикматов مربی است که اول برای ورزشکار اخلاق آداب انتظام میآموزاند و بعدا تمرین احسن به هنرش. تشکر به چنین مربیانی که امروز آن روزی است که ما میتوانیم چنین مربیانی که برای تیار کردن جوانان نورسان کشور سهم ارزنده میگذارند و یاد بیاریم یا اینکه آنها را یادرس کنیم. این باز هم در کار فعالیت آنها کمکی جدی خواهد کرد. اینجا را به مردم آگاهی داده می شود و سبقت خیلی تیز و کند با نه اینجا رسیز در زمین نبود. اینجا یگان امتیاز نبود. بله این البته نظری باید حل کند. من نه نظری فهم خود دواره میکنم. فقط دیدی خود را ما میتونیم برای تماشاگران پیشنهاد کنیم ولی تا چه اندازه این درست است یا درست است باید البته خودی داوران. من با هم میگم ما هر یک کس فکری خود را دارد. اولین قهرمان از جمهوری تاجیکستان در سال 2019 هم در روز اول گشتن جدا انامین محمد رضا قواتوف است. مبارک شود. اولین نفری که مدال طلا را به گردن آویزان خواهد کرد. بله از همین مرکزی که شما چند بار نامبر کردید یعنی فکر می‌کنم یگانه پهلوان است که یا اینکه دوم سوم پهلوان است که امروز نتیجه بلندی ورزشی نشان میده. از این پیش هم محمد رضا قواتوف هنر خوب نشان داد. دائما در مقام اول بود. البته مربی او ولادیمیر نیکولایویچ یلچین و همون نفری که مربی رسول باقیف کامرانشاه است و پیران و دیگران باشد. ما او را تبریک میکنیم به این غلبه و همین طریق مقام دوم را باشد شهباز سید ابرارов. این پهلوانی جوان دستپروری مکتب جمهوری گوشین کشور کامیاب شدند که این نیز مدال نقره نیز در چمپیونات تاجیکستان. این نتیجه خیلی هم بلند است و ما با هر دو پهلوان برای کامیابی در سال 2020 که سال بازی المپیک می باشد آرزو میکنیم.